اگه توی کوه یه مراسم شیطانی گرفته باشن، نزدیکش میشین که بفهمین دقیقاً اونجا چه اتفاقی افتاده و یه همچین جرأتی رو دارین؟ قبل از اینکه بریم این ویدیوها رو با هم ببینیم، بذارین یه توضیحات خیلی کوچیک بهتون بدم. این مکانی که من رفتم یه مکان کاملا رندوم بود و مثل همیشه که من هر هفته یا 2 هفته یه بار میرم کوه، مثل همیشه رفته بودم برای کوه. ولی چیزی که اونجا دیدیم خیلی عجیب بود برای خودم و اینجوری بود که اگه من آرمان ویدیو اینجا رو نگیرم خیلی حیف میشه، چون چیزی بود که برای خودم خیلی عجیب بود. ولی تو اون موقع و تو اون تایم من زیاد متوجه نشدم دقیقاً این چه نوع چیزیه و آیا یک مراسم بوده و یا چه چیزی بوده. هر چقدر که بریم جلوتر براتون توضیح میدم که دقیقاً من اونجا چه چیزی رو دیدم، خودتونم متوجه میشین. بچه‌ها من اومده بودم اینجا که با بچه‌ها چوب جمع کنیم، ولی چشم به یه چیز خیلی عجیب غریب خورد. اینجا رو نگاه کنید. انگار یه جا درست کردن، یه بلاوه کشیدن، یه سری برگا رو سوزوندن و دور اینجا رو نمک پاشیدن. دور این حالت قبره. نمیدونم دقیقاً جریان نماد میتونه چی باشه، ولی خیلی عجیب و غریبه اصلا کلا. تو تایمی که من اونجا بودم چند نفری از اونجا رد شدم و فکر کنید که توی دل کوه شما چند نفر رو ببینید و اونم همش تو رو نگاه کنن. خیلی برای خودم عجیب و غریب بود این ماجرا و حس می‌کردم که منتظر یه چیزی انگار. منتظر بودم این یارو برگردن بگن اینجا چی کار می‌کنی دقیقاً. و احساس کردم شاید اینو گذاشتن اینجا. خب یکم عجیب غریب شد داستان. اومده بودم برای یه چیز دیگه، ولی الان ماجرا اصلا این چیز دیگه است. البته از دورم دارم نگاه میکنم، اصلا نمیدونم این چیه دقیقا، منظورشون دقیقا چیه، چی بوده اصلا نصف نیمه راه شده. من حس میکنم که یه جور مراسم انگار خواستن بگیرن، یا شاید چیزی خواستن وسط دفن کنن، چون چاله است اینجا قشنگ. نمیدونم چجوری بهتون نشون بدم، دقیقاً مثل یه چاله. نگاه کنید قشنگ یه چاله است. اینجا نگاه کنید 4 تا چوب گذاشتن. خب نکنید یه چیزی بوده مثلا 4 سالش بوده. یه سری برگه داخل اینجا سوخته، انگار کار خاصی خواستن انجام بدن. حالا من دقیقاً نمیدونم پلن چیه و با چی کار کنم اینجا، ولی خب خلاصه تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. یعنی حس میکنم یا یه چیزی این زیره یا یه چیزی این زیره، ولی بچه‌ها هرچی که بوده، هرچی که جریان داستان بوده، مراسم نیمه نصفه است احساس میکنم. چون خب 100% چوبایی که میکنم گذاشتن اینجا برای آتیش زدنه. اون طرفی که حالا اینجا بوده من نمیدونم دقیقاً. یه گشت و گذاری اینجا انجام بدیم. این اونجاست. الان وسط کوهیم. بچه‌هام که با هم بودن رفتن چوبا رو جمع کردن رفتن، فقط من موندم. یه دونه اینجا هم حالت چیز داره، اینم خیلی مشکوکه بچه‌ها. انگار یه چیزی فکر کنم اون داخل گذاشتن، نمیدونم حالا چیه، ولی خب خیلی عجیب غریبه. جای عجیب غریبیه جدی. و من میگم که برم و شب بیام ببینم جریان و داستان چیه، میخوان چیکار کنن اینا اطراف، یا میخوان دقیقاً قضیهشون چیه اصلا. بریم شب بیایم. بچه‌ها یه چند نفر رفتم اون پایین وایسادن. خب و دقیقاً نمیدونم جریانش چیه، ولی خب بچه‌های ما اینجا نشستن. بچه‌ها سلام کنید به دوستان. آره بچه‌ها اونجا نشستن و اصلا هیچ پلنی من برای اینجا نداشتم، مثلا بگم اومده باشم برای چیز خاصی و یه همچین اتفاقی تقریبا افتاد. بعد از اونجا که داشتم رد میشم یه ماشینی رفت اونجا وایساد. خب بچه‌ها چپ چپ هم نگاه میکردن،
یکم چپ چپ نگاه میکرد ماشینه از اینجا معلومه. بذاریم بهتون نشون بدم دقیقا کدوم ماشینه. نمیدونم حالا جریان داره اینجا واقعا نداره، اصلا اون چی که من دیدم اولین باری همچین چیزی میبینم جدی. ببینید بچه‌ها، ببینید ماشین اونه میبینید خیلی هم مشکوکه. حالا من تقریبا تا شب وای میسم و ببینم پلن چجوری پیش میره. باز میرم اونجا ببینم کسی میره اونجا یا نه. امیدوارم که یه چیز خوب حداقل گیرم بیاد، الکی اینقدر ویدیو نگرفته باشه. میدید تقریبا یه جایی اینجا بود، جایی داشتیم چوب جمع میکردیم، کامی پایین ها میفته تقریبا. بچه الان تقریبا ساعتهای 9 شب شده. کس خاصی هم من ندیدم بیاد این دور و برا، ولی یه چند نفری اومدن، اون ماشینی اومد اینجا. حالا نمیدونم دقیقا، الان خیلی سخته بخوایم اونجا رو پیدا کنیم. اصلا نمیدونم کجا بود دقیقا، اصلا معلوم نیست. من خودم معلومم تو دوربین. آره اوکی. جدی اصلا کجا بود اونجا؟ نمیتونیم اونجا رو پیدا کنیم، سخته. چیزی تکون خورد؟ پرنده بود فکر کنم. اینجا رو گشتیم. آخه تو بگو وسط کوه یه همچین چیزی درست کردن، یعنی قشنگ مشخصه یه چیزی دفن کردن یا یه داستانی داشته، خلاصه یه مراسمی خواستن بگیرن، یه داستان. اینجاست جدی پیدا شد. آره شانسی نگاه تکونشون دادن اینا رو تکون دادن. نگاه کن چیه این سفید رو زمین؟ دقیقا من هم تو همین موندم، نمیدونم فکر کنم نمک باشه اگه شوره؟ آره نمک ریخته اینجا خیلی عجیب غریب بود. نمیدونم بعد حالت یه بلاوه داشت. ایستاده چیه نقششون اینجا؟ و ببین مهدی هر چی که هست، ببین دور این چاله رو خب حالت نمک گرفتن و این چوبا خب قشنگ اینجا بود. حالا تکونشون دادم فکر کنم، نمیدونم چوب اینجا بود و یه دونه حالت بلاوه بود، اصلا نمیدونم عجیب غریبه اینجا نمادای. بعد 4 تا چوب گذاشتن انگار مثلا خواستن مثلا مراسمی چیزی بگیرن یا همچین چیزی. نه سایه ما میدی به جون مادر، این سایه ما نبود، به خدا این سایه ما نبود اونجا. یعنی رسما فکر کنم الان این مراسم رو ما داریم میگیریم. روشن نمیشه، رد و پا نمیشنوی از این ور؟ این روشن نمیشه. نه میدی بیا اینو چیز کنیم، این نوره رو بگیر یه لحظه، بیا اینو بکنیم ببین چیزی زیرشه. کنجکاو شدم چوبی چیزی از چوبه خودش برم. همش برگه. نه چیزی اینجا نیست. زیر این چی؟ به نظر زیر این چیز باشه. به نظر همش رو بریزیم به هم بریم. هیچ چی نیست. حالا ما که نصفه سوزوندیم. یه دونه سنگی سب ببینم. ها؟ چی پیدا کردی؟ کاغذه؟ چی؟ نوشته است 317 همچین چیزیه. ایکس نوشته زیر این خاک. اونم دقیقا و اینو برای چی خواستن آتیش بزنن دقیقا؟ آتیش کنم ادامه مراسم رسید به ما دیگه، هرچی بود ما ریسکشو به جون خریدیم. شاید مراسم هم نباشه، نمیدونم چی آخه، اصلا یکم عجیب غریبه واقعا برای خودم. یکی حالا به خاطر این نماداش میگیم یه مراسم بود. مسیر برگشت ما هم تقریبا میشه همینجا دیگه، از این نماده از این ور. آره درست همین مستقیم بریم.
اینجا میشه. میبینی اونجا سایه رو؟ کجا؟ حالت سایه افتاده؟ و خدا حالت سایه است. چی هست نمیبینم. زیر درخته؟ معلوم نیست داداش. نمیبینی؟ خدا تکو خورد؟ نمیدونم صدا چی بود. جان کن. صدایی اومد به قرآن. جمع کن بابا. خب بذاریم براتون توضیح بدم که دقیقاً من اونجا چی دیدم. بچه‌ها چیزی که شما دیدین و چیزی که من دیدم یه مراسم برای احضار کردن نبوده. یه مراسم بوده برای یه چیزی به اسم تبادل روح. و تو اون لحظه که می‌بینید من فرار میکنم با مهدی از اونجا، احتمال داره که یه حیوان خاصی اونجا بوده باشه یا حیوانی رد شده که ما حالا به قول معروف ترسیدیم و فرار کردیم، چون که کوه و هزار تا چیز اونجا هست. ولی در اصل یک مراسمی به اسم تبادل روحه که ماجراش این شکلیه. مراسمش دقیقاً این شکلیه که یک نفر باید بره داخل اون دایره وایسه و فکر کنم 2-3 نفر دور اونجا که مثبت کشیده بودن و یه تیکه چوب گذاشته بودن برای آتیش زدن وای میسن و اون آتیش رو روشن میکنن و یه جوری تبادل روح بین اون فردی که داخل دایره است و اون فردی که اتفاق میفته. حالا من دقیقا نمیدونم چجوری این مراسم اجرا میشه، ولی طبق چیزی که فهمیدم این شکلی روح اون فرد یک جوری قربانی میشه، یعنی فردی که میره داخل اون دایره باید قربانی بشه و یه چیز خیلی وحشتناکتر از حتی مراسم احضار کردنه این قضیه. و وقتی که من خودم فهمیدم این جریان رو، یعنی کرکو برام ریخت، به قول معروف پشمام ریخت که من اونجا چی دیدم. نمیدونم کی این کارو کرده، نمیدونم دقیقاً هدف چی بوده که یه همچین حرکتی زده واقعا اونجا، ولی امیدوارم که یه همچین مراسم هایی، یه همچین طلسم هایی برگزار نشن. دمتون گرم که تا اینجا این ویدیو رو دیدین. امیدوارم که لایک و سابسکرایب یادتون نره. من دارکرم و دارکر دوستتون داره. See you.